نداریم و نمیتوانیم بگوییم، حالت خطرناکی است. ما را دفن میکنن، کفن میکنن، میبرن داخل قبر، میگذارن. او که بهترین دوست ما باشد، عزیزترین ما باشد، که ما را از همه بیشتر دوست داشته، بالای ما بیشتر خاک میریزد، بالای ما بیشتر سنگ میگذارد. او که ما را از همه بیشتر دوست دارد میگوید یک سوراخی هم نگذارید، یک سوراخی هم نگذارید که ذره اکسیژن داخل قبر نرود. این قانون الله است. بهترین جوانان را دفن کردن، کسی اعتراض کردن نتوانست. زیباترین جوانان را زیر خاک گذاشتن، 70 خروار خاک را بالایش ریختن، کسی نتوانست یک حرف بگوید. انسانهایی که میلیون ها سرمایه داشتن، کسی نتوانست بگوید این را دفن نکنید، این سرمایه دار هست، این زیبا هست، این قوم بزرگ دارد، این زیبایی دارد. هیچ کس چیزی گفته نمیتواند جز این که بگوید انا لله و انا الیه راجعون. همه ما از خداییم و پس به سوی خدا میریم. خیلی قانون عجیب است. ما را تک و تنها داخل قبر میگذارند. تو اولاد کجا میری؟ تو برادر کجا میری؟ تو دوست و رفیقی که شبها کنار هم دیگر قرار داشتیم کجا میری؟ تک و تنها به این تاریکی قبر، به این تنگی قبر چرا ما را تنها میگذاری؟ چون قانون الله است، دستور الله است. وقتی چنین قانونی، چنین دستوری، چنین راهی به پیش داریم، چرا در دل خود کینه و کدورت را بدیم؟ چرا قومگرایی کنیم؟ چرا نجات پرستی کنیم؟ چرا صفات رذیله و خبیثه را در قلب خود جا بدیم؟ چرا با برادر مسلمان خود دشمنی کنیم؟ چرا حق یتیم و بیوزن را بخوریم؟ چرا بر سر زن و فرزند و اولاد خود ظلم کنیم؟ چرا بی احترامی کنیم برای بزرگان و برای اولیای خود؟ وقتی چنین راهی به پیش داریم، واتقوا الله، بترسیم از الله.